دوستایی که در مورد کریسمس پرسیده بودن که تجلیل از کریسمس چه قسم است، به باور عیسوی ها کریسمس روز را گفته میشه که در روز عیسی علیه السلام تولد شده و اینها این روز را جشن میگیرن. باور اینها در مورد پیدایش عیسی علیه السلام است که العیاذ بالله الله متعال با مریم همخوابی کرده و عیسی علیه السلام به دنیا آمده. آیا باور ما و شما مسلمان ها همین قسم است؟ هرگز چنین نیسته، چون باور ما نسبت به خدا در سوره اخلاص بیان شده واضح و در آیات قرآن کریم، در آیات متعدد قرآن کریم بیان شده. پس چگونه مسلمان به خود اجازه میده که در این روز تحفه بده به کسی به خاطر تجلیل این روز، به کسی پول بده و از کسی پول بگیره و به کسی تبریکی بده؟ پس ما و شما باید از این روزها خودداری بکنیم، از تجلیل این روزها و از تحفه دادن و پول گرفتن و تبریکی دادن. کار درست نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أينما كنا أينما